هاپکینز آمریکاست. سال 2014 مناظره بین یک استاد حقوق و مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا. موضوع صحبت حریم خصوصی افراد است. آقای کول سر صحبت را اینطور باز می‌کند: آژانس امنیت ملی و دولت ما به طور مخفیانه داده‌های آمریکایی‌ها و خارجی‌های بیگناه رو جمع می‌کنه. اوباما گفت ما فقط فراداده رو جمع می‌کنیم. فراداده همه چیز رو در مورد زندگی یک نفر به شما میگه. منظورش از این فراداده اطلاعاتی مثل اینکه کاربران با چه کسی، کی، از چه موقعیت مکانی، برای چه مدتی ارتباط برقرار کردند. بعد از صحبت‌های این استاد دانشگاه، مدیر پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا دلیل استفاده از این فراداده‌ها یا اطلاعات کلان را میگوید. ما بر اساس فراداده افراد را می‌کشیم. اما این اعتراف آقای هیدن و این صحبت‌هایی که در این سالن رد و بدل شد به من و شما چه ارتباطی دارد؟ پاسخش در این گزارش رسانه آمریکایی اینترسپت است. بعد از یک دهه صحبت‌های آقای هیدن را بازنشر کرده و میگوید حالا آمریکا این فراداده را از برنامه‌ای به دست می‌آورد که در تلفن همراه خیلی از ماست. از واتساپ استفاده میکنید؟ اگه بله، احتمالاً دولت زیر نظرتون داره. واتساپ اجازه میده جاسوسی کنند و ببینن چه کسایی در این پلتفرم با یکدیگه پیام رد و بدل میکنن. این نظارت هم میتواند روی سیاستمداران و چهره‌های علمی باشد، هم مردم عادی یک جامعه. دلیلش رو یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی میگوید. این اطلاعات به تحلیل رفتار مردم یک جامعه کمک میکند. تحلیل و پیشبینی رفتار مردم یک کشور از طریق داده‌های پیامرسانی که رسانه آمریکایی دیلی اسکرام نیوز اسمش رو گذاشته اسلحه. این رسانه به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته اطلاعات GPS واتساپ با جمع‌آوری داده‌های موقعیت جغرافیایی در ترور مقامات ایرانی نقش داشته. این رو هم اضافه کرده که چه واتساپ این اطلاعات رو آگاهانه تحویل دولت بدهد و چه از طریق رهگیری یا سرقت داده از واتساپ دریافت شود، می شود با آنها افراد را هدف گرفت. دیلی اسکرام نیوز نوشته همین باعث شده اخیراً حداقل 7 کشور از جمله آلمان، برزیل و مالزی دسترسی سکوهای آمریکایی به داده‌های GPS و موقعیت مکانی کاربران کشورشان را تعلیق کنند.